نامم سهیل است. نام پدرم سنت الله، صنف نهم و میخوایم که در آینده کامپیوتر ساینس بخوانم در پنتون. به خاطر کدینگش خوشم میاد که در کامپیوتر ساینس میتونیم رقم برنامه را بسازیم با کدینگ و بسیار دیگه آدم سرگرم میکنه همراه کد و اینا. من خب بیشتر مضمون کامپیوتر و انگلیسی و ریاضی را خوش دارم که بسیار برام دلچسب است موضوعاتش و باید ما مطالعه بیرونی را داشته باشیم که بهترین کتابای انگلیسی را مطالعه کنیم در مطالعه بیرونی ما که انگلیسی ما قوی شوه و همونطور دری را بخاطر زبان. خب وقتشان ناحق ضایع نکنن و باید درس بخونن تا که یک درجه ممتاز بگیرن و بتونن در یک جای کار پیدا کنن. در واقع دیگه من فقط روزای جمعه یکی تفریح میکنم و از طرف شب از 9 تا 10 بجه تفریح میکنم. دیگه وقتای خود درس میخوانم. تحصیل و تعلیم در زندگی یک انسان بسیار اهمیت داره. ما باید بشینیم درسای خود بخوانیم تا که یک افغانستان پیشرفته داشته باشیم. وقت طلاست دیگه، وقتی بگذره پس برگشت نمیکنه و ما نباید وقتای خود ضایع کنیم در سرگرمی و اینا. خب انسان به یک سرگرمی یا به تفریح نیاز داره ولی بیش از حدش هم قابل قبول نیست دیگه.